شنوندگان عزیز، میخوام باز هم ازتون دعوت بکنم که برنامه امشب ماه شکر رو از همکارم آرتا بشنوید. تو به جای منم داری زنج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزا خسته بشم نگو خسته شدی. به نام خدا سلام میگم به تمام مردم این سرزمین زیبا و البته هموطنان خارج از کشور که واقعا ما رو با الطافشون خجالت زده کردن. من امروز کنار خودم یه معجزه رو دارم، آدمی که ثابت کرده میشه بدبخت بود اما زنده بود، میشه بیچاره بود ولی در عین حال انسان بود. غضنفر جان، میخوای خودتو معرفی کنی، از بدبختیات برای ما بگی؟ ببین راحت باش، ریلکس. دیگه معرفی رو که شما زحمتشو کشیدی من چی بگم آخه؟ خب از خودت بیشتر بگو، به مردم بگو چی شد که این بلا سرت اومد. یکی من بلندتر میتونی؟ بله والا یه بار من داشتم تو خیابان میرفتم، بعد دیدیم از یه جایی داره دود میاد، صدای جیغ و داد هم میومد. من دویدم رفتم ببینم چه خبر شده، دیدم یه خونه است که آتیش گرفته. خب اجازه بده همینجا یه مکس ازت بگیرم غضنفر. تو یه آدم تقریبا بدبخت و بیچاره‌ای بودی، از سر بدبختی و بیچارگی داشتی توی کوچه قدم میزدی، احتمالاً اون موقع بیکارم بودی. خب بقیه‌شو بگو. بیکار که نه حالا، ولی غضنفر هم بعد قبل برنامه قرار شد بیکارم باشم، بعد دیگه رفتیم جلو دیدیم که خونه داره میسوزه، یه خانوم و یه بچه‌م دارن جیغ میکشن و بعد تو زنگ زدی به آتش نشانی؟ نه بابا، اگه میخواستیم به امید اینا بشینیم این بیچاره‌ها جزغاله میشدن. هیچی دیگه، یاد این دهقان فداکار افتادیم، گفتیم ما هم یه فداکاری بکنیم، رفتیم اونا رو نجات دادیم دیگه. مادر و فرزند از خونه بیرون آوردیم، آخرین لحظه ستون افتاد رومون، خودمون ناقص شدیم، از 17 ناحیه هم جزغاله شدیم دیگه. آها، یعنی اینجا جاییه که میشه گفت یه آدم تقریبا بدبخت کاملا بدبخت میشه. بعدش چی شد؟ هیچی دیگه، موندیم دیگه، داشتیم تو آتیش میسوختیم، امرای آتش نشانی رسیدن آها، پس اونا نجاتت دادن درسته؟ نه نمیدونم چرا ما رو نمیدیدن، هی میومدن تو آتیش ما رو نمیدیدن، پاشونو میذاشتن رو صورت ما رد میشدن، هی ما میگفتیم کمک ولی انگار نمیشنیدن دیگه. جالبه، تو توی یه خونه در حال سوختن گیر افتادی، بدبختی‌های خودت کم بود و حالا داشتی زنده میسوختی. اون موقعی که آتیش داشت توی مغز جونت فرو میرفت، وقتی که اون آتش نشانا چکمه هاشون روی صورتت فشار میدادن، یادت به چی فکر میکردی؟ ما به این که چه غلطی کردیم خودمون رو گیر این غضنفر تو اون لحظه ها خوشحال بود مخاطب عزیز، چون توی زندگیش چیزی جز بیچارگی نداشت. غضنفر اون روز داشت تو آتش درون خودش میسوخت، اما بعد خودش رو تو آتیش انداخت که به خاطر نجات یک هموطن بود. چقدر زیباست این تصویر. روی قبرش می نوشتن غضنفر بیچاره، مردی بدبخت. حیف که نشد. چی شد که نجات پیدا کردی غضنفر؟ والا دیگه آخرین لحظه که از این آتش نشانا احساس کرد پاش روی چیز نرمه، پایین نگاه کرد دید روی چیز ماست، روی صورت ماست، فهمیدن ما اونجاییم، نجاتمون دادن. و حالا یه غضنفر درمونده بی پول بدبخت بی همه چیز. بعد از اون اتفاق چیکار کردی؟ من میشه لیوان آب داشته باشم؟ حتما غضنفر، حتما. کسی اینجا قصد آزار تو رو نداره، ما همه دوستای توییم. الان چیکار میکنی غضنفر؟ خب خیلی سخته، بالاخره ما سعی کردیم کمک کنیم و دیگه. تو این لحظه ها رو فقط به خاطر صفا و صمیمیت لحظه های افطاره که میتونی بگذرونی، وگرنه تا حالا مرده بودی. من میشه لیوان آب بخورم؟ حالم خیلی بده. آخه هنوز اذانو نگفتم، تو هم البته حتما روزه‌ای مثل منو فراموش کردی. افطار که شد با هم میریم یه جای مشتی کله پاچه میزنیم. من میشه برم آقا؟ یکم دیگه پیشمون بمون، کار داریم باهات غضنفر. حالم بده آخه، من تشنمه، دستشویی هم میخوام برم. ببین این آخر کاری یه چیز کوچیک به ما بگو و برو، یه هدیه به ما بده. من فقط خواهش میکنم که من باید. خب غضنفر داره اشک میریزه و من مطمئنم که همه شماها توی خونه هاتون هم دارین اشک میریزین و این اشکاتون اگه جمع بشه هر آتیشی رو خاموش میکنه. فقط یه چیز فراموش نشه، همیشه زیر پاتون رو نگاه کنین، شاید یه غضنفر زیر پاتون باشه. خب یه بار دیگه با یه بیچاره بدبخت فلک زده با شما بودیم. تو این لحظه های قشنگ آسمونی برامون دعا کنین تا ما مثل این بدبخت و بی همه چیز نشیم. یادتون نره که اشکاتون رو بریزین توی شیشه و واسه ما بفرستین تا دفعه بعد و بدبخت بعدی ماهتون شکر. شاید تعبیر رویای تو باشد،
همیشه بغض تو دنیامو لرزون. هوای